یه گیلاس داری ماشین سلات داری قاب داری خوری داری ماشین سلات قاب خوری گیلاس پیاله قندونی گستی بیای خوریه قندونیه پیاله ماشین سلات خستیه ماشین سلاته آره ماما اصلی هایه دل جان خوبه باش سعی کنم که این بچگاه از این کوچه بده یا نه که این ماشین سلاته بود آمانه که 3 دقیقه نشد ما داره میسرم برفتم که این ماشین سلاتر استونم و پس بدادم بری و اینا رو کی برده؟ گیلاس ماشین سلاتر خواب خوری غستی خندونی خوری خواب پیاله ماشین سلاتر غستی دفتریه بانکی جای دفتریه این دفتریه صحیح که تو این دفتریه بانکی جای دفتریه سنیم صد صحیح که تو سنیم صد 700 150 پیان گیلاس 8 صد که سرمایه ما گم شد بله ماما چی دارم بچه خاله؟ گیلاس ماشین سلاته قاب خوری قندونی چی می؟ اینجا چه اسکو مینه؟ اسکو مین اینجا قندونیه این چیه؟ قندونی 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 مایی ما پیار گفتن بخیر کته بشی تو انا تو نوزباددار میکنه با میام انا پیاله و قندونی ها شما میخرم ماما اکدو برامدی بیا کده بر تو اکدو برامدی مرزی بر و فهمیدین لالا پیار ما بخیر خوشی گفت کتو به من گفت گیلک اسمم گیلک ولد پیار ما دست خودش چاک چپل نه کو ماما نه خیلی سنگینه ماما چکار کنم غریبی هم میتونه ماما اینا که سنگینه شما اینا رو میتونی چرخین چکار کنم خود غریبی هم سخته چکار میکنی ما وخه چیز خیلی هوا داره تایپ تای بود چه تو فرقون پنچر میکنی ما تا کجایی اینا چیه لالا ماما جو برو آنم تو چی می اینا ماشین سلاته سلاته برو تای سلاته نداره برو ماما برو بازاب نکن برو شاید بخرم شاید برو یک سال بعد نوزباددار شم این کرکتر تو ببین کارا نمیخوره برو چنده تو کجایی مثلا چنده 150 ریشه کلی داری بده امیر فرغون لوکه به 150 ریشه یک پیاله به 150 ریشه تا اصلا شما کجایی
آه سرما میکنه برو ماما برو سرا کن برو کدت میری برو سرما ای بر تلنگ نده برو رمه خود تو خمیت میری میره یعنی برو دیگه برو کاسام خرابه 80 سال پیش سرمایه ما گم شده اصاب شما خرابه آه چرا بچه خاله یا خدا نترس 80 سال پیش سرمایه ما بجونده چی بجونده دو تا زمینای جنده یک در جمع پیالگه که بابا جنده در این سرا بچگه که بیام برم نشین سلاته شاید در سرا پس بیام و دیدو که یک در جمع پیاله خواهی دو تا نشین سلاته کهوه خدا این در و در کنه و خورده و نکنه من کلمر میگی ماما جو من چه کار کردم اینجا استاده شده میگی در و در چی برو سرا خود برو پیاله گفته سرتو میزنم تو گفتم من کی میگی پس به اون کسی که همه خدا نترسه که این ماشین سلاته و خودی پیاله جونده من خیال میکنم با من میگی هر کی بجونده خدا رو در و در کنه خدا به خوردی و نکنه باشه ببینم گیر کنم یک دفعه بلکه دستی ببینم یکی هم اگه میفروشی پول دارم برو ماما جو برو یکی نمیفروشی یک پیاله کو پیلاتو با میارم برو که آسان خراب برو پیاله یا غاب غوریه پشی سلاته یا بیایم بغستیه گندونی این فرمون چون مسکی بود مرد که اینجا پرتو کرده بیا وله اینا رو قرار که دیگه دار بره بزار پیار خود فیلم بزید اینا رو قرار که دیگه به پیار خود میرتیشن نمیدانم برای که بابا مونده نباشیم زنده باشی. اوکی. بابا پیالا رو ببینیم نشین سراغه میرا کجا بردی؟ بله میرا کجا بردی؟ بابا یک کار بکنی خوب خاطر چیز منی بابا سکنی اصلیه اصلی اصلیه بابا امی مرتکاکی بودک انا به تک کوشه ما چون بدیده باشین که تک فرغون تم متراقق میکشم ما چون چی داریم پیاده بدید چینیم ای بیچاره همیت دل ما بزی سخ بابا همیت دل ما بزی سخ بابا که عشق زدم و گریه کردم عشق زدم و گریه کردم اینی چه؟ بابا ای بیامد بیچاره به گریه شد تک کوشه به تلاش بکرد خود جرم که به گریه شد گفتک برادران من پاسپورتام ویزه شده خراب شده خلاص شده نه ما فقیر خوشی نه بخیر خوشی نه ما هم سوا حرکت کنیم همین جنسا رایگان و اون دو تا ماشین سلاتر بابا خودم در جمع پیاله اینا رو بابا به چند قیمتی نه بابا ما دو تا ماشین سلاتون شکل ماشینه خب سعی کنیم شما بگو بابا شاعر گفته به هر چمن که برسیدی گل بکی بچی فهمیدین امینا چند نمیشه بابا خود دونه 400 بگو ماشین های 400 800 میشه خب پیاله به چنده؟ در جمع پیاله 200 دیگه 200 یاد به چی شما گل شما به چند رسونده باشه خوبه؟ من چی میفهمم چند رسیدی؟ 50 کم 5 50 کم 5 یعنی 4.5 ساعت 4.5 ساعت بعد اینکه ما برفتم من مدر رمضان نگستم اونو بگی یا ای دو ای سه ای 4 یا پنج با 50 بیاره خب 50 میده بر گفتی 50 بگم 5 اینو 5 ساعت شده 50 بگم 4 بابا گردن من بسته نکنیم بابا نه 4 ای بابا این 2 ساعت دینی بعد پرید ساعتی بده بابا ای ما دقلگاریم بابا
بخیر. پنجه روپیه دیگه بیاری. پنجه روپیه پیش شما دست خوشی آب چشم. دست خوشی. بدون پلان مدار رمضان. خیر با 20 بخو خرج کن 30 روپیه دیگه برات بیار. استکی. ها. بدون پلان مدار رمضان. ها پولا مدار رمضان رو بده. اون سلاطه بابا یکی بیازی مدار من دکهیل چرخ بدن دستی میگه خراب پاس میشکنه. خیر بینی خیر. نه پیار خور بگردم. خیر بینی. همین تو کارو خوبه بکن. خوب بابا. خدا تو خیر بده. یارو تو ماشین سلاطه هم هست، درجان پیاله هم هست. به 4.5 ساعت هستم. پیار مپوک سرخی شده. من نمیفهم که چه کار شده تو نوند بستون گروپ خود ثبت نمیکنه یا برقام مشکل داره یا خود از این ماما ابا چینی خور گم کرده. چه کار کرده؟ ابا چینی خور گم کرده. با کجا هسته؟ اون اینجا اخلا خور برخور کنه. عباس بیا یک چه کار کردی با؟ تو چه لباسا تو تره؟ ها؟ هیچی. تو نرز مبالغه کن ناجور میشی بیا یک با چه کار شده با چه کار کردی؟ حال خودی مگه زیاله کن عده خان خور هیچی داره به اون ماله رفته که چینی بپوشم یک بچه یک خورده بیا ما گفتم ماما چی داریم گفتم انوی چینی داریم غاب هوری ماشین سلاته قندونی گفت اگه این ماشین سلاته چنده گفتم به 4.5 ساعت یکی ود شده گفت باشه برو من مدر خونه شوندم گفتم با ما کبر گفتم باش سعی کن که این کوچه خونه از یاست یا نه هر که گفتم مدر گفت اگه می به سنین ساعت بالاخره چه نمیزده گفتم نه ماشین سلاته پس بیاوردم ما بچه یک پس بیان گفتم ما پس بدین یک درجم پیاله هم بدین گفتم شای جان بیارم برات پولا خو لالا ما که پس بیان ماست حرکت کنم یک دم میدون که دو تا ماشین سلاته خود یک درجم پیاله کم پیاله که 5 درجم بود یک واسه دادم یک درجه پیاله کم بود خود یک ماشین سلاته دو تا چه زنجین سویدی؟ 18700 18700 لالا این مازدار بده خودی تو که تو 18700 تا فرغون جا کردی خود چیکار کنم اون چیزایی که لازم بودم ناوردیش اونایی که میخرم فاکتور داد به تو آخی تو برای من 18700 به ما به تو کی گفتم تو با فرغون بار کن لالا این کار رنگ نداره دیگه این این کار نمیکنم پکدو کار رنگ داره لالا این کاری نیه که من کنم این کاره این چیه؟ اگه تا بشون به خونه شیشته بشی یا خواه بشی رنگ داره 18000 روپیه ولی از این فرغون ظلم لالا آخی برای من به تو گفتم کم بار کن نگفتم 18000 روپیه همون چیزایی که میخرن دیگه غوری میخرن گندونی میخرن ماشین سلاته میخرن خب نمیشه از هر کدوم یک قلم بار میکردی میبردی بس بود دیگه یا قلم بفروشم دیگه را خود دیگه نمیشه تو تا یک فرغون 20 از هر کدوم 20 قلم بار کنی بیاری یا که دیگه لالا مثلا به سنگینی نه که بگم سنگینه نمیتونم یک ثانیه فرغون دادن نمیشه لالا چرا یالا داده نمیشه امید سنگینه لالا با یکی من که بازی کوچه مگن جخ کشادم ولی سپیکر یا یکی میام کل بخورم از یا بچه خورد میاد تلنگ میده یا مشکنه مفتکه و امیت فرغون تو بالا بار زده با میار کوچه هم که میره همه زرگ میاد که بچه خورده یعنی چاره کار تو چیه چاری کار من همینه که من دیگه این کار نمیکنم یک شاگردی یک نفر بگیرین که این کار بفروشه شاگردی شاگرد می خوب گپ بزدی پس یک کار که یک شاگرد هم به خوب بگیرد یک میرزای هم به خوب بگیرد که تو 130 روپیه سرمایه تو نه 90 روپیه به روز پیدا میکنی حساب کتابات و میرزا حل دیگه تو تکمیل کرده که پیش تو حساب تو قطغول میشه بفهمیدی؟ خواهد الان بوجوندن چند سرمایه 900 روپیه خون سیکو شاگرد سیکو تو همه خود تو اضافه ای به فرغون با چند پیدا میکنی که به شاگرد بدی
یعنی نمیتونی که عباس این کاره. نه لالا نمیشه، یا گم میشه مفتکه مشکنه. این کار لالا خوب نیه. ما شما روز حال بگفتم کمی چینی نکنی، چینی نیاریم ما قرار کنیم ما این میدونبار زردالو، الو، ترکاری، کچلو، پیاز اینا خوبه. کار ترباره میتونی کرده. لالا اینا خوبه. برو چند فروختی؟ لالا 4.5 ساعت تقریبا 500 دقیقه قسطی دادن 12 ساعت هم بفروختم. 900 هم که بگی گم کردم. خب لالا این میتونی بگی چینی فروشه. این فاکتور بگی من به پیش گل خط شدم بفهمیدی دیرو برفتی بارار بیاوردی امرو پس ببر بجو تحویل کو قسطی ها خورم برو بستو پولای هم که سویدا که دی بده بریو تا اون را ما کیسه گمیدا برو اونا تحویل کو بریو که سو وقت بری به میدان بار الو سیب امی که چیزا ترباره که خودتو میگیری باز سعی کنم که تو با از اینا چند فایده میکنی لالا همین نفر ماشین سرطه میبر خب مگم براده بری دیگه کوپا براده بری و در سلام مرتگه میسته که خاله میای سودا میگنی میدی به دستی و قیستی خود گپ میزنی خودی که هفته چنده به من بده این با هنره و کار نداره نمیشه لالا اگه با تو گفتم نخوت و ماشین بفروش گفتی نمیشه برو الوسی بفروشه کنم اشتا فایده میکنی باشه حالا من زنگ میزنم به ایدگل برو برای تحویل دی بریم از تو که من خیلی ندیدم لالا بگو این قسطی چه کار کنم که قرض دادم قیستی نمی تا که وعده کردیم و مرتکه که پول میستونم تو برو از این بست داده حاله به زیمه چی بگم هیچ روی من ندارم که خودی از این گپ زنم که من دیرو بارار بیارده امروز بابو باره چیکار شده امروز پر خبره نیه کو یک چای بگذار چه جان باش بله لالا رمضان خوبیم برو الحمدلله شما خوبین خیریته شکر چی برو نه خدا نکنه دشمن شما شرمنده بگین گپ بخو کار نمیکنه مشکل نداره با فروخته همه جنسا نه مشکل نداره هرچی بمونده هرچی فروخته خود هیچی حساب باز هرچی هم که نفروخته بگیم بیاره گپی نیه برمیدارم پس بله خوبه هیچ مشکلی نیه برو نه از ما به شما یه گپا نیه دشمن شما شرمنده غمی نداره ما به شما خوبه باشه خداحافظ خیلی باشه خداحافظ برا رمضان برا خوری کرده بود دیروز همون جنسار با برده میگه حل کار کردن نتونسته پس میاره اونا میاره از اون تحویل گیر خوبه سلام علیکم ایدگل خوبه و علیکم سلام بیا آمده این باران هم بیاوردم شکاره نفروخت نتونستی هم اینا رو بفروشی عباس جان نه لالا ایدگل نشد تاون کردم چرا به یک روز خود تاون و فایده معلوم نمیشه دیگه میگم چند روز جونانگری سخته با چاخورد خیلیه میرم میدون بار با خوش افتلی و هلو چیزا تامین چیز میز بفروختی ها همینا چی جان برای تحویل گیریم از فرغون تا کنیم همه خود اینا فاکتور همینا تحویل گیرم هم باش مرسای که همون چیزایی که بداده بدی چی کامه چی نیه که ما این جگاه با حساب میرم برو همین خودش حساب میکنه مشکل به حساب نداره ما این جگاه یادداشت کنیم باش که همه تا بکنه برو خب باش بگی خود اینا کمک کتام برو خود اینا تا کنه گپ نی